به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبای ابن مشغله نویسنده نادر ابراهیمی از مجموعه مردان کوچک شروع میکنیم. این کتاب مجموعی هستش که کتاب ابن مشغله جلد اول این کتاب مجموعه مردان کوچکه، توسط نادر ابراهیمی در سال 1352 چاپ اولش بوده و این چاپی که در اختیار من هستش چاپ 13 و تابستان 1395 این کتاب خلق شده. این کتاب شامل 5 فصل هستش که به همدیگه ربطی نداره، ولی در مورد شغل پیدا کردن، در مورد اینکه شغلی داشته باشیم یا نداشته باشیم و به صورت داستانی روایت قشنگی هستش از آقای ابراهیمی که من از فصل 5 رو برای شما میخونم. ابتدا آقای ابراهیمی یه پیشگفتاری رو نوشتن که من براتون میخونم. یا حق، دوست من ابن مشغله این کتاب براستی کوچک کمایه و ملات را که خواندی احتمالاً به دلیل شباهت هایی که میان خود و شخصیت این کتاب یافتی چنان به شوق آمدی که چنان نامه شوق انگیز غریبی برایم نوشتی و از من خواستی به تأکید که در چند جمله خیلی صریح به تو بگویم که زندگی را چه میبینم و چگونه میبینم. سوالی چنین دشوار را ناگزیر بایستی کودکانه، ساده‌لوحانه، بازیگوشانه و بدون تعمق جواب داد، چرا که تو نیز میدانی گودار را هر چه بکنی چاه و چاهتر می شود و به همان نسبت کندن و پیمودنش دشوارتر. پس این چند کلمه که صمیمانه و ساده دلانه در پی می آید جواب توست. خدا کند که این تعریف و توصیف زندگی فایده‌ای برای تو و دیگر دوستان جوانم داشته باشد. زندگی ملک وقت است دوست من. تو حق نداری روی آن فساد کنی و به تباهیش بکشی یا بگذاری که دیگران روی آن فساد کنند. حق نداری بایر و برهنه و خلوت و بیخاصیتش نگه داری یا بگذاری که دیگران نگهش دارند. حق نداری بر آن ستم کنی و ستم را روی آن بر تن و روح خیش خاموش و سر به زیر بپذیری. حق نداری در برابر مظالمی که دیگران روی آن انجام می‌دهند سکوت اختیار کنی و خود را یک تماشاگر ناتوان مظلوم بی‌پناه بنمایی. حق نداری به بازیش بگیری، لکه‌دار و لجنمالش کنی، آلوده و بی‌حرمتش کنی یا دورش بیاندازی. حق نداری در آن چیزی که به زبان دردمندان و ستم دیدگان باشد بکاری، برویانی و بار آوری. حق نداری علیهش حتی در بدترین روزگار و سختترین شرایط اعلامیه صادر کنی یا به آن دشنام بدهی. حق نداری با رنگ‌های چرک و تیره شهوت، نفرت، دناعت و رذالت رنگینش کنی، مگر آنکه از بیخ و بن ملک وقت بودنش را فراموش یا انکار کرده باشی، که در این صورت البته نه خود تو مسئله‌ای هستی و نه آنچه می‌کنی مسئله‌ای که قابل بحث و اعتنا باشد. در حقیقت نبوده‌ای و نیستی تا چنین و چنان کردنت روی زمینی که ما ملک وقتش می‌دانیم چنین و چنان کردنی تلقی شود. نیامده‌ای، نمانده‌ای و نرفته‌ای، از هیچ به قدر هیچ باید خواست، نه بیشتر. نادر ابراهیمی 10/2/1364. اما جمله در ابتدا از متن کتاب آورده: ما بدون زنان خوب مردان کوچکیم و یک بار دیگر این کتاب کوچک را به حضور همسرم فرزانه تقدیم می کنم که در ساختن ابن مشغله و ابوالمشاغل نقشی قطعی و بنیادی داشته است. نادر ابراهیمی. و حالا پیشگفتار کتاب رو با هم دیگه شروع می‌کنیم و من از فصل 5 این کتاب برای شما این کتاب رو می‌خونم. پیشگفتار: با من همراه باشید. آن روزها که پدر میگفت می‌خواهیم آب حوض را بکشیم،
آب حوضی 3 تومان میگیرد، تو همان 3 تومان را میگیری بکشی؟ و من بلافاصله لخت میشدم و سطل کهنه پر از سوراخ را میگرفتم دستم و میپریدم توی حوض و آن آب را که رنگ سبز تیره داشت میریختم توی باغچه یا آبرو باریک کنار حوض. مراقب ماهی‌های سرخ و خاکستری هم بودم و تهاب را از آلک سیمی رد می‌کردم و ماهی‌های مضطرب معلق زن جان بر کف را می‌گرفتم و می‌انداختم توی تشت آب روشن و زندگی تند آمیخته به ناباوریشان را می‌نگریستم. و گاه در ته حوض در لابلای لجن‌ها چیزی را می‌یافتم که مدت‌ها پیش گم کرده بودم. 10-12 سال بیشتر نداشتم. هرگز گمان نمی‌کردم که این در طبیعت من باشد که هر شغلی را اگر شرافتمندانه اش بدانم بلافاصله بپذیرم و به اینکه از من برمیآید یا نمیآید اصلا فکر نکنم. و گمان نمی‌کردم که نتوانم در هیچ شغلی آنقدر دوام بیاورم که لااقل 1 بار 1 درجه ترفیع بگیرم و لذت اضافه حقوق و تعویض رتبه را حس کنم و مژده افزایش و ترقی را به خانه ببرم و چون بوی آوازهای خوش و صدای گل در خانه پخش کنم. آب را که می‌کشیدم تا 2-3 روز کمرم درد می‌کرد و پهلوهایم و گاه درد پا را که از آب سرد 1 حوض پاییزی بود به رخت خواب گرم می‌بردم و چه لذتی که کار کردم. پاهایم را به بدنه منقل داغی که زیر آن کرسی قدیمی بود می‌چسباندم و با کم از دنیا نبود که می‌گذشت و بد می‌گذشت. و آن 3 تومن چه می‌شد؟ هیچ یادم نیست. تازه پدر همان وقت که آب را می‌کشیدم هم پولم را نمی‌داد. می‌گذاشت سر بشت که حقوقش را می‌گرفت و می‌آورد خانه. روی قالی رنگ باخته کرمانی می‌چید و فال می‌کرد و به هر کس به جز من سهمی می‌داد و سهم من همان 3 تومن‌ها بود که از کشیدن آب حوض، غلتاندن بام غلتان روی بام کاهگلی و بیل زدن باغچه‌ای که پر از آب دزدک و کرم بود نصیبم می‌شد. با قلب کوچک خود باور داشتم که پدر با من بد می‌کند و بسی بد می‌کند و شاید هم کسی چه می‌داند هدفش آزار دادن و تحقیر کردنم بود و اینکه بتواند جلوی هر مهمان خوانده و ناخوانده بگوید آب حوض را نادر می‌کشد و خجالتم بدهد که من البته آب را می‌کشیدم و نه خجالت را، اما بعدها و خیلی بعد که رانده یا بریده از هر شغلی می‌توانستم شغل دیگری داشته باشم و می‌دیدم که چه جانور بارکش غریبی شده‌ام، اما بار خفت نمی‌کشم و منت رئیس و ذلت تکدی آن وقت بود که به قلبم آموختم سپاسگزار آن پدری باشد که فرصت برداشتن کلاه، خم کردن کمر و دراز کردن دست را از پسر ستانده است. میگفتم آقایان شما باید چندین جور کار بلد باشید، چرا که این یک درگیری واقعی است و درگیری احتیاج به نان دارد. یعنی هر آدمی که میخواهد به هر دلیلی و به هر شکلی و در هر جبهه درگیر شود باید بتواند زنده بماند و برای زنده ماندن به نان احتیاج هست و برای جواب گفتن به این احتیاج باید از عهده کارهای مختلفی بر بیاید تا اگر از یک طرف سرش را به سنگ زدن از طرف دیگر بتواند پول در بیاورد و 2 تا آسپرین بخرد و برای رفع سردرد فرو بدهد و بعد بخندد و باز هم بخندد. شما نمیدانید این خندیدن چقدر مطبوع است و شاید به همین دلیل هم باشد که در بدترین شرایط کمتر کسی توانسته است چنته روح مرا از خنده تهی کند. گریستن بر مرده دیگران و رنج دیگران مسئله دیگری است. آنها که شخصیت اجتماعیشان با شخصیت فردیشان یکی می شود آدم‌های فوق‌العاده‌ای هستند. من همیشه مسائل فردی و خانوادگیم را از مسائل اجتماعی زندگیم به نوعی غیر ملموس تفکیک شده حس کردم. از یک سو راضی، خوشحال و خوشبخت بودم و از سوی دیگر گرفته، رنجیده و مملو از درد. و در این یادداشت‌ها غالباً سخن از آن من منفردی می رود که با صدای بلند می خندد و باز می خندد. شاید درست نباشد که من با این سن و سال و در روزگاری چنین خالی از حادثه که بزرگترین و شگفت‌انگیزترین حادثه زندگی خیلی از ما آدم‌های شهری زخم معده است و عمل خوف‌آور آپاندیس بنشینم و شرح حال بنویسم. اما در این باره حرفی دارم. یعنی برای این کار دلیلی که شاید پذیرفتنی باشد.
آن وقتهایی که ما خیلی کوچک بودیم پیش می آمد که با مهمانی بزرگ برای چند لحظه روبرو شویم. مهمان بزرگ محبتی می کرد و می پرسید خب آقا کوچولو، شما وقتی بزرگ شدی میخوای چه کاره بشوی؟ و ما هم زیر لب جواب می دادیم دکتر یا مهندس و یا خلبان، و بعد سر به زیر می انداختیم. این مسلم است که نه فقط بچه‌های بیگناه بلکه بسیاری از نوجوانهای عاقل و هوشیار هم نمی‌دانند که می‌خواهند چه کاره بشوند و برخی هم که می‌دانند نمی‌توانند بشوند. امکانات یا احتمالاً عدم امکانات آنها را می‌پیچاند و به سوی می‌اندازد که خوابش را هم ندیده باشند. و یک روز می‌بینند کسی شدند که هرگز نخواسته‌اند باشند. اگر انتخاب مطرح باشد تازه از این لحظه شروع می شود. لحظه ای که انسان حس می کند آنچه باید باشد و می توانسته باشد نشده است. لحظه ای که می تواند به تفکری عادلانه درباره گذشته و آینده خیش بپردازد و اگر باور می کند که تباه یا مست شده بازگردد و حرکت تازه ای را آغاز کند و یا وا بدهد و تسلیم شود. این حادثه در چه سنی اتفاق می افتد هیچ معلوم نیست. بعضی‌ها می‌روند بی‌آنکه هرگز به پشت سر خود نظری بیندازند. بعضی‌ها در 25-6 سالگی و بعضی‌ها حتی در 60-70 سالگی جرأت و قدرت آن را پیدا می‌کنند که محاکمه درونی ترتیب بدهند و به حساب خود برسند. بستگی دارد به شرایط، محیط رشد، جهت حرکت و یک ضربه تصادفی. و کمتر کسی هم متاسفانه در این لحظه عظیم یکباره از جای می‌جهد و به نوآفرینی زندگی خیش می‌پردازد و چیزهایی را جبران می‌کند. به خصوص ما ملتی هستیم که به دلیل یک سلسله مصائب تاریخی به مقدار زیاد جبری و قدری شده‌ایم. اگر از چیزی در گذشته خیلی آزرده خاطر باشیم می‌رویم درویش می‌شویم و می‌گوییم میبایست بشود و شد. به هر حال حرفم این است که ما وقتی در برابر چنین لحظه غولاسا و تعیین کننده قرار میگیریم به جای بازگشت و از نو ساختن عکس‌العمل‌های منفی متفاوتی نشان میدهیم. بعضی‌ها خود را با شرایط موجود منطبق میکنند و میگویند اینطور شد دیگر، حالا ادامه بده و معطل نکن. بعضی‌ها کمبودهایشان را از راه‌های دیگر ترمیم میکنند و پوشش زینتی و گرانبها بر مرده خویش میکشند. بعضی‌ها بیمارگونه و عصبی تا پایان عمر به شکستی که خورده‌اند می‌اندیشند. زندگی را نفرین می‌کنند، همه چیز را به باد دشنام می‌گیرند و نفی می‌کنند و هر چیزی را که جلوی دستشان باشد می‌شکنند و خراب می‌کنند و معدودی هم خودکشی می‌کنند. البته شکی نیست که بعضی‌ها هم به دلایلی از همان نوجوانی و ابتدای حرکت به سوی شغل یا هدفی رانده یا کشیده می‌شوند که محبوب آنهاست. نادرند اما هستند. اشاره‌ام به آن سوال بی ربط می‌خواهی چه کاره شوی بود که حرف به اینجا کشید. به این ترتیب هیچ کودکی به چنین سؤالی پاسخی عاقلانه نمی‌دهد و نمی‌تواند بدهد، چرا که سؤال عاقلانه نیست. این گونه سؤال‌های بی‌معنی بزرگ‌ها که خود به خود جواب‌های بی‌معنی کوچک‌ها را به دنبال می‌آورد هنوز هم باب است. آدم خیال می‌کند که اگر روبروی یک بچه بنشیند و مسائلی احمقانه را مطرح نکند گناهی مرتکب شده است و یا حتما لازم است که درباره مشاغل آینده طفل معصوم اطلاعات دقیقی به دست بیاورد، حالانکه میتواند در آن چند لحظه سکوت کند و یا اگر واقعا بلد است و از عهده برمیآید قصه کوتاهی بگوید که تا سالیان سال از یاد آن بچه نرود و یا جمله‌هایی را بر زبان بیاورد که به دلیل رنگامیزی زنده و شادشان برای ابد در ذهن طفل بماند. یادم هست سالهای پیش روزی شاهد گفتگوی مردی با طفلی 4-5 ساله بودم. به جای طرح آن سوال بیهوده به طفل گفت اگر از 1 تا 100 بشمری 1 تومن میدهم. طفل با هیجان و اشتیاق شروع کرد به شمردن. شاید پول برای او مهم نبود و در فکر آن هم نبود. فقط دلش میخواست آن مرد بداند که او شمردن را میداند. شمرد و شمرد تا رسید برای 30. پسرک این عدد را نمیدانست اما خیال میکرد که میداند. این بود که بدون مکث و ترس به جای 30 گفت 20 و 10 و ادامه داد 20 و 11 20 و 12 20 و 13 20 و... مرد به آرامی گفت اینطور درست نیست. 30 40 50. اما اگر حالا نمیتوانی یک جا تا 100 بشماری 5 دفعه از 1 تا 20 بشمار. هوا سرد میشود. من هم قبول میکنم. بعدها یاد میگیری که چطور باید تا 100 بشماری و طفل شادمانه و بدون معطلی
و طفل شادمانه و بدون معطلی از یک شروع کرد. مرد نگفت حالا دیدی بلد نیستی و یا تو که تا 29 بیشتر بلد نیستی، بنابراین بازی را باختی. اگر این کار را میکرد پسرک حسابی دلگیر میشد و قلبش میشکست و مسلما اگر مرد در آن چند دقیقه میخواست معلم حساب طفل بشود راه به جایی نمیبرد و طفل را هم خسته میکرد. در عوض او به طفل آموخت که با همان چند عدد که میداند به 100 برسد و شکست نخورد. خب شاید این حرف کاملا منطقی نباشد و این طرز استدلال کردن در همه جا به کار نیاید، اما من میخواهم از این استدلال در موردی استفاده کنم که به نظرم درست میآید. اگر رسیدن به 100 هدف ماست و سخن گفتن از 100 قصد ما و به دلیل مجموع شرایط، کمداشت‌ها و ناتوانی‌ها نمیتوانیم مستقیما تا 100 بشمریم، چرا 5 بار از 1 تا 20 نشمریم؟ شرط اصلی و ثابت ما فقط باید این باشد که به هیچ دلیلی از 100 چشم نپوشیم و کوتاه نیاییم. اگر شرح حال من از نظر کیفیت، ارزش و تاثیر بخشی 100 نیست، 50 نیست و 5 هم نیست، این کمبود به گمان من دلیل کافی برای چشم پوشیدن از بیان آن نیست. من چون آن کودکی هستم که فقط 1 را در اختیار دارد و حال می‌خواهد 100 بار بگوید 1 تا به 100 رسیده باشد و یا 1 بار بگوید 1 و در پی 99 نفر دیگر باشد که میگویند 1. نتیجه باز هم 100 است. جمع کردن و پیاپی شمردن را شاید بعدها یاد بگیریم. شبی در سیاه چادر چوپان پیری بودم. از او خواستم که تمام زندگیش را برایم حکایت کند. گفت برادر چه حکایتی؟ ما اصلا زندگی نکردیم تا حکایتی داشته باشد. به خویش گفتم همین بزرگترین حکایت دردناکی است که درباره زندگی یک چوپان میتوان گفت و شنید و به آن اندیشید. اما من آن چوپان پیر سیاه چادر کوه دور نیستم. بسیار زندگی کردم و بسی کوشیدم تا شیره هر لحظه را مکیده آن را به زمان فنا شده بسپارم و سرانجام شاید این سال هم پیش بیاید که از همه چیز گذشته 100 به چه درد ما میخورد؟ برمیگردم به نکته‌ای که درباره لحظه خطیر انتخاب گفتم. به گمان من کسانی هستند که ناگزیر در آن لحظه خطیر گزینش و تفکر جدی درباره گذشته و آینده خود قرار می‌گیرند. آنها شاید برای از جای جستن و نوسازی زندگی و حرکت در مسیری که خواست و آرزویشان بود، گذشته از اراده فردی به عاملی بیرونی از خود نیازمند باشند. 100 آن عامل یا انگیزه‌ای فرض می‌شود که می‌تواند تکان بدهد، تغییر بدهد و در جهت مطلوب به حرکت درآورد. 100 سلاح ماست برای خوب و خوبتر زندگی کردن. باید ایمان داشت که میتوان بندگی نکرد و زنده ماند. به گفتگو نشستن گاهی شاید این ایمان را در ما بیافریند. خب با هم دیگه میریم که فصل 5 این کتاب رو شروع کنیم. فصل 5. چگونه ابن مشغله صاحب اسم و رسم و یک باب دکان می شود و دوره‌های متناوب بیکاری به پایان می رسد. ابن مشغله از پس سالها به سر دویدن و شب و روز کار کردن این پیروزی عظیم و غولاسای عصر سرمایه را به دست آورده بود که پسندازی داشته باشد. دفترچه نازنینی در یکی از 1000 نازنین بانک و باور داشته باشد که پسنداز این رویای فاخر دوران بیم و امید آرامش می آورد و اضطراب‌های عصر اضطراب را سرکوب می کند و بهره عادلانه بانکی 6% در سال به اصل و فرع پسنداز افزوده می شود و اینکه کدام اصل است و کدام فرع چه لزومی دارد که به آن بیاندیشیم. اما وسوسه حیف و میل کردن این پسنداز 10-15 هزار تومانی هم وسوسه سوسپایه‌ای نبود. ثروت از پوست موز خطرناکتر است. همچون زمینت میزند که 1000 جا شکسته برمیخیزی. تازه اگر بتوانی برخیزی. مسئله مشکلی شده بود. با این پول نمیتوانستم خانه‌ای بخرم و نمیخواستم پیکانداری باشم. اگر میگذاشتم 30 سال تمام در بانک بماند، به حساب کم و بیش دقیق بانک ملی ایران حساب کرده است، میتوانستم 265,000 تومان بگیرم. خدا شاهد است.
خب فکرش رو بکنید، بعد از 30 سال یک پیرمرد 66 ساله عصازنان و نفس زنان وارد بانکی می شود. نفس عمیقی می کشد، کمر راست می کند، عینکش را جابجا می کند و می گوید آقای محترم 30 سال گذشت. عجب 30 سالی. یادش بخیر. تا هنوز به دنیا نیامده بودی. ای آقا، من که ثروتم را اینجا به امانت گذاشتم. حالا لطفاً از آن 265,000 تومان 100,000 تومانش را بده. میخواهم پول تاکسی بدهم برگردم منزل و خسته بودم. بگذاریم. طرحی ریختم برای ایجاد مؤسسه‌ای که کار پژوهش‌های ایران شناسی را انجام بدهم. این در حقیقت دنباله کار تلویزیون بود. رفتم گشتم 2 شریک خوب و سربزیر هم پیدا کردم. آنها هم تفلکی ها جوان بودند و مثل من اعتقاد داشتند که این کار هم دنیا دارد و هم آخرت. خدمتی است به این آب و خاک و مزد خوبی هم بابت این خدمت میتوان گرفت. ما گفتیم هر سفارشی را برای شناساندن ایران و تحقیق درباره سنن، آداب و رسوم، تاریخ و طبیعت ایران قبول میکنیم. فیلم میسازیم، عکس میگیریم، کتاب مینویسیم، برق فرو میکنیم. به هر حال بهتر از آن است که برویم توی پمپ بنزین‌های ایالات نامتحد ظرف بشوییم. نیست؟ پولهای ما را ریختیم روی هم و رقم ترس‌آفری به وجود آمد. دفتری گرفتیم، کتابخانه‌ای درست کردیم و 10-12 نفر جوان عاشق پیشه را هم جمع کردیم. فیلمبردار، کارگردان، عکاس، محقق و نویسنده، همه‌شان هم رانندگی بلد بودند. این شرط اساسی استخدام بود، چون فکر می‌کردیم که ما در دستگاه کوچکمان قدرت استخدام راننده نداریم. زودباوری و ساده‌لوحی شعار ما بود و ایران پژوه نام مؤسسه ما. آن وقت راه افتادیم و در بدر دنبال استادانی گشتیم که کارشان به نوعی با ایران مربوط می‌شد و با آنها قراردادی بستیم. گفتیم هر وقت سوالی داشتیم و یا راهنمایی می‌خواستیم خدمتتان می‌رسیم و در مقابل راهنمایی‌هایتان پول می‌پردازیم. بیش از 100 استاد هم همکاری با ما را پذیرفتند و اغلب آنها بر این نکته تاکید می‌کردند که چون این خدمتی فی نفس آنقدر زیبا، ارزشمند و شریف است که احتیاجی نیست در مقابل آن وجهی دریافت کنند. پنجره‌های روز کاملا باز بود. آن وقت راه افتادیم به دنبال سفارش. ما مسلم می‌دانستیم که خیلی از سازمان‌ها و مؤسسات به کار و محصول ما نیازمندند و وقتی حس کنند که ما با چه شور و شوق فراوان و توقع کم آماده کار کردنیم، دست رد به سینه ما جوانان وطن نمی‌زنند و چنین نیز شد. اما ناگهان تمامی پنجره‌های روز بسته شد و شب کامل فرود آمد. حقیقت این بود که ما 50 بچه‌های خل و دیوانه‌ای بودیم و احمق به حد نصاب. به ما میگفتن هر کاری راهی دارد. ما نمیفهمیدیم یعنی چه و البته گاهی هم خودمان را به نفهمی میزدیم. این بازی 1 سال طول کشید و خدا را شکر که سرمایه برباد رفت و بار اعتبارهایی که از بانک‌ها گرفته بودیم بر دوشمان ماند. ابن مشغله به شخصه از اینکه دیگر مجبور نبود حساب کند 10,000 تومان پس از 300 سال به چه شکلی ورم می‌کند عصبانی و دلخور نبود. اما نقص کار در این بود که من 2 جوان زودباور بیگناه را هم با خود همراه کرده بودم. آنها واقعا ورشکستگان بی تقصیر بودند. شب که خسته به خانه می آمدم به زنم می گفتم همه کارها رو به راه هست. چندین طرح ما را پذیرفتند، به زودی شروع می کنیم. اما عیب کوچکی در کار است. چه عیبی؟ میدانی عزیزم، ما با آدم‌هایی طرفیم که آنها خودشان آدم‌های اصلی نیستند. اصلی ها ممکن است خیلی خوب باشند که حتما هم هستند، اما دست ما به آنها نمیرسد. این فریه ها هم بابت هر خدمتی که میکنند سهم میخوان. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی عزیز من؟ خب پول دیگه، خوب پول میخواهند دیگر. یعنی باج؟ نه عزیزم، نه عمرم، نه جانم. این کلمه را به کلی فراموش کن. اسمش باج نیست. حق واسطگی و حق کاریابی و اینجور چیزهاست. پس حقشان است. چرا اینطور معطل میکنید؟ بله، ما هم قبول داریم که حقشان است. زحمت میکشند، طرحی را دنبال میکنند، سنگ ما را به سینه میزنند، به نتیجه میرسانند، باید هم چیزی بگیرند. ما هم با کمال میل حاضریم حقشان را بدهیم. فقط میگوییم وقتی این حق قانونی و مشروع شماست اجازه بدهید سند بزنیم و رسما بپردازیم. مالیاتش را هم خودمان میدهیم و آنها میگویند چه حرفا، مگه بابت اینجور کارها هم میشود سند زد؟ و ما هم میگوییم پس اگر نمیشود سند زد حتما مشروع قانونی هم نیست.
اما اصلا میل نداریم کار خلاف قانون انجام بدهیم. و آنها میگویند در تمام دنیا باب است که در مقابل خدمت چند درصدی به خدمتگزار میپردازند. و ما میگوییم اگر در تمام دنیا باب است پس حتما مشروع و قانون نیست، پس باید سند رسمی درست کنیم، بنویسیم آقای فلانی بابت چاق کردن کار ما در فلان مورد فلان مبلغ گرفتن و شما هم که آقای فلانی هستی باید امضا کنی پولت را بگیری. و آنها میگویند خواهش میکنم این بحث رو دنبال نکن، تا همینجا که گفتی برای یک عمرم کافی. خلاصه مطلب این است که شما نمیخواهید قبول کنید که این کار را بدون سند رسمی و مهر و امضا انجام بدهید. همین. قضیه به همین سادگی هم نیست خانم. من حاضرم قبول کنم، اما اصلا نمیدانم چرا باید قبول کنم. فقط برای اینکه میلیونر بشوم؟ گیرم که ما میلیونر هم شدیم. بعد باید چه کار کنیم؟ مقبره مجلل درست کنیم که بعدها بیاین و رویش تف بیاندازن؟ 10 تا خانه بخریم و اجاره بدهیم تا مستاجرها شب و روز بچه‌های ما را نفرین کنن؟ زمین بخریم و بفروشیم تا یک روز در فاصله بین خریدن و فروختن زمین به زمین گرم بخوریم و دیگر بلند نشویم. مشکل من در حقیقت این است به آنها میگویم حالا آمدیم و قبول کردیم، بعد چه میشود؟ میگویند میلیونر میشوید. میگویم بعد که کلاه حق دادن را با افتخار تمام بر سرم گذاشتم و میلیونر شدم، با آن میلیون ها و این کلاه چه کار باید بکنم؟ و آنها نمی‌توانند سوال به این سادگی را جواب بدهند. اصلا آنها منکر وجود هر نوع کلاهی هستند. حتی بعضی از آنها پا را از این حد هم فراتر می‌گذارند و می‌گویند مگر نمی‌خواهید به ایران خدمت کنید؟ خب خدمت کردن خرج دارد. همچی مفت هم که نمی‌شود خدمت کرد. شما هم خدا را می‌خواهید و هم خرما را. می‌خواهید به آرزوهایتان برسید و گذشته این مملکت را به دنیا معرفی کنید، هم می‌خواهید پول همه معرفی‌ها را خودتان بردارید. مگر ما در این معرفی‌ها هیچ سهمی نداریم؟ و ما می‌گوییم چرا سهم که دارید، اما سند. در همان روزها بود که من سفره دلم را پیش همه باز می‌کردم و هورای نفرت و درد به خوردشان می‌دادم. بعضی‌ها عاقلانه اشاره می‌کردند که بهتر است سکوت کنم و این حرف‌ها را جایی نزنم. بعضی‌ها می‌گفتند بله می‌دانیم. حقیقتا همین جور است که شما می‌گویید و فردا خودشان توی صف چند درصد بگیرها به انتظار زیارت ما می‌ایستادند. شبی پیرمردی دنیا دیده و سر و گم چشیده پس از شنیدن همه قصه هایم گفت به نظر من بهترین کار این است که قبول کنید آقا، قبول کنید پول بگیرید و بعد با این پول‌ها به درد مردم فقیر برسید. اگر پول دزدی هم به مصرف خیر برسد آن پول پاک می‌شود. جواب دادم یعنی می‌فرمایید بنده کلاه آن کار را بر سرم بگذارم، پول در بیاورم و بعد ببرم بدم به فقرا؟ چرا خود فقرا این کار را نمی‌کنند؟ آنها هم به واسطه احتیاج دارند؟ به گمان من مدرسه‌ای که با پول دزدی بنا شود حق و سکوتی است که دزد به جامعه‌اش می‌دهد، فقط به این امید که راه دزدی‌های آینده‌اش بسته نشود. پیراهنی که با پول رشوه و باج بر تن بچه برهنه و یتیمی پوشانده شود حق و سکوتی است که انسان به خداوند خود می‌دهد تا اگر خدای ناکرده بهشت و جهنمی وجود داشت یک دفتر تمام سیاه پیش روی قاضی القضات بارگاه الهی نگذارند و نگویند این بی‌آبرو با آن همه ثروت حتی پیراهنی بر تن یتیمی نکرده است. نه آقا، نه آقا، این گرفتن و دادنها دل و جرأتی می‌خواهد که در من نیست. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشید. این کتاب سخنان شیرین و نغزی داره از آقای نادر ابراهیمی که بهتون پیشنهاد میکنم تهیه کنید و بخونیدش. از اینکه با من همراه بودید ممنونم. تا وایس بعد، خدا نگهدارتون.